این مرد که خود را شهروند قرقیزستان مینامد، روز 14 مارس در یکی از کناره‌های منطقه باغوز سوریه خود را به نیروهای کردی تحت پشتیبانی ایالات متحده آمریکا تسلیم نمود. به قبل نیروهای دموکراتی سوریه که نیروهای کردی بخشی از آن میباشند، تنها روز پنجشنبه 1300 جهادی و اعضای عائله‌هایشان از باغوز خارج شدند. وضع صحتی بسیاری از تسلیم شده ها ناگوار ارزیابی می شود. روز پنجشنبه عملیات در باغوز متوقف گردید. به جهادی ها امکان داده شد که سلاح را به زمین گذاشته خود را به نیروهای زیر سرپرستی ایالات متحده آمریکا تسلیم کنند. در بین تپه ها دالان خاص تشکیل شد تا سنایپرهای گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش نتوانند افراد تسلیم شونده را هدف قرار دهند. مناسبت آنها با ما خوب بود، ولی وضعیت دهشتبار شده است. ما در زیر زمین و داخل ماشین ها خواب می رفتیم. من از پشتم زخم برداشته بودم و نتوانستم سری وقت خارج شوم. نیروهای دموکراتی سوریه تاکید می نمایند که در 2 روز گذشته از کمش 20 حمله مرگ طلبانه جلوگیری کردند. این منبع می افزاید آخر هفته گذشته در جریان عملیات اشغال آخرین پایگاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی کمش 112 جنگجوی کشته شد. مقامداران نظامی ایالات متحده آمریکا تخمین می‌کنند که یگان نفر از فرماندهان داعش در باغوز باقی نمانده است. کارشناسان حکومتی ایالات متحده آمریکا بر این باورند که پیشوای داعش ابوبکر البغدادی به احتمال زیاد در عراق پنهان است و با اشغال آخرین پایگاه داعش جنگجویان از کمینگاه‌هایشان حمله‌های چریکی راه اندازی خواهند کرد.